असली वतन में जन्नतें पुरचा हजारों नेमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें नेकबत हमूद राहत सरासर रहमतें बुंगीज गुन अल्लाह है मेरा वानु मजन शान नामा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जवानीनो गर्मीन सलामो दरूताना फीशदारीन पशमा अजीज़ें गिंदो कूचारो का राज कश्मा गिंदेत मरूची बोती पिरियामा निकराही दानिंदगे गुनवत मान पिरियामा दारंतो ई वाजा मौलवी मोहम्मद जुम्आ इस्लामी आरिंद व पे दीवानो पिरियामे के मरूची गुनी वाजा दारन इस्लामो जहाद बारवा मुशमारा सरपदी अदन सलाम अलैकुम मंतना बेत वाजा वशाते बोती जिंदे दीवानो फिरियामा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अर्ज सलाम व अदब दारन अवानी के हमारा तमाशा करनती बरनामा और सैल करनत अम्मे प्रोग्रामा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला लूटन के तमाम अम्मे ब्रासो वारो अम्मे तमाम बुजुर्गानो अम्मे मिल्लतन व मर्दमान बे सेहत व सलामती कामिलता इंशाअल्लाह बुता बयान पत हो आजुई बारा अम्मारा सरपदी देत के पची पत हो आजुई गोशांत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम बुशमा जानन के फतह व कलिमह फतह एक माना है बातुएं दारित व जायगा खास सेन व विजय बे इस्लाम एता दारित बुशमा वक्त फतह नामा हा कुशकेनन व कलिमा हा गिंदन बुशमा अवलन बियाता है कपन आफत हो पीरूजी अन सदर इस्लाम है फतह हो पीरूजी फतह ची आगुशंत फतह इशर आगुशन के वक्त के मुसलमान लूटन इस्लामा बिगदा जाए बरंत रसिनंत आ कलम रवा वक्त के गिरंत व तहत वती हाकिमियत दरकारंती व इस्लाम आदा इबलाग कन रसिनंत व आवान सरा आ काफिर इंसरा व गैर दीन इंसरा आवानिया मुसल्लत बयन आ मंतगा व आ किशोर व आ ममलकत در واقع فتح کرتاند بازگشایی کرتاند گفتاندی و یک معنی فتح گدا فتح ایشین که وقتی که کفر و دشمنان اسلام دشمنان کهند یک ملک شا ملکان اسلامی نا گرند و تحت و تسلط درکارند اشغال کنند و زور و اجبار مسلمانان تحت و اشغال درکارند و مسلمانان در مقابل آوانیا بجهاد ومبارزة وبيكارة شروع كنان ووان تآخرين لازهك وسدارا وتوان دارا والله توفيقا وكمكة أوانا شكست ديان وشواتي ملكيتا أوانا دركنان وأوانا شكست ديان تو أوان سرا بيروزا بيان تو وتي ملكا شا چنگالا كفريا ودشمنانيا دركارا نجاة ديان وتی استقلالا و سرنوشتا وتی دستا بدست گرند ای وقتا اینکه معناه فتح پیدا هبید یعنی فتح کرتند وتی کشورا گفتند و دشمنانا ناکام کرتند تو سرجال کرتند تو برای همیشه بدبخت کرتند ای معناه فتح و پیروزی اسلام ہے مسلمانانی پی سر جهاد و جنگانی بارا پٹھو پولی دیت مسلمانانی دیمتر جنگ و غزوات و پیکار و کفران وشمال الحمدلله زانن و انتهن مطالعه کرتن آشنایی دارن که فتح و پیروزی و غزوات و جنگ باش هجرت ده که شا مکه مکرمه وقتی که هجرت کرتند آتن به مدینه منوره چون در نمی 13 سالی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مکه مکرمه تاد 13 سال گیشتری به دعوت و تبلیغ پیامبر صلی الله علیه و سپری بود و تمام بود یعنی مکه تا 13 سال تا جنگ نه جهاد شروع نبود و مسلمانان به اوج
ظلم و ستم و بربریت مشرکین مکه رستن و انواع و اقسام اذیت و آزار و شکنجه روحی و جسمی و روانی و تمام ایشان مواجه بودن تو روبرو بودن. ارنا و شما اگر شکنجه گوشند مشرکین مکه و سران کفار و ظالمان به مسلمان سرا روا داشتند و مسلمانان تا پوزار سنتتن یعنی آخری لحظاتن ادهت که الله سبحانه و تعالی اجازه اجرت دادن به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. البته یک اجرت به حبشه کنن و ایدانی منظور ایشن که اولین جنگ شده شروع بید. برحال آمده بیان که پیش نجات تا بیان ابو سفیان قوات لشکر روت و برحال فرار کن تو در دسترس واقع نبید مسلمانان نرسید. برحال آمده بیان وقتی سیه بیان که ابو سفیان قوات لشکر مکه و شما میاد ایدا اینکه ابو جهل متکبر و مغرور و چی گوشن ظالم ایدا اینکه گوشی اما نگیده نون که آمده بودن روان پا مسلمان این جنگه اما نون وقتی زره جنگی هم نیلن و بیاره ارکت کن خبر به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رسید که ابو جهل و اهل مکه پشمه جنگه کن ایدا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گوشید که صحابیان جمع کن گوشید ای اصحابان شما آماده هستید که کوپر شما که ارکت کن که بشمه تعدادم کم من بشما آیا توانن که برام پا جنگا دن نشه مدینه وسط مکه و مدینه گوشن مقابله کنن. برحال صحابی یک استید و هیدا حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه وشی یا رسول الله ایچ ناراحت مبه ایچ غمگین مبه اما حاضرن که گو جان و مالا در رای الله جهاد کنن و ای کفر اما شکست دین و معنی بین که اوان به مدینه بیان گوشن که اما مثل حضرت موسی علیه السلام قومه نوان که اذهب انت و ربک فقاتلا ان هؤلاء قاعدون توت خدا برو جنگ کند بنی اسرائیلی گوشتن اما میداننده شما بیت المقدس آزاد کنید گوشتی اما رغم نان اما یک کش اما تیره های اسلام هستن که اما را هر کجا شلیک کنه اما آدا روان و اما را به دریا اگه تبوشه که برون زیر دریا باروان تی پرمانان اطاعت کنن. ایدا اینکه رسول الله صلی الله علیه و رخسار و چهره نورانی هند سبحان الله چه اندازه نورانی بی خوشحال بید اس صحابی جواب کشکینید و ایدا اینکه صحابیان 313 نفر و کمین تعدادی و اسب و اشتران دارند یک خیلی کم و اسلحه و شمشیر هم خیلی کم دارند ارکت کنن شا مدینه منوره ارکت کنن روان کان که مکافر مقابله کنند که هم ایدا به بدر ترسند و این اولین غزوه بدر که شروع بید و ایدا کفرم که اوان تعداد 1000 نفرند و بعضین اشتور دارند اسب دارند شمشیر دارند یعنی یک دشمن تا دندان مسلح آتا که مروچ اسلام شبیم با و ای اصابه و ای جماعت تا کمینا محو نابود کند و دوارکش اسلام نامی مبید ایدا سپاراهی کنند و خلاصه گوشم پشما که رسول الله صلی الله علیه و روت آده پاوان صاحبان جیک کبیت و جوڑا کنند صاحبان چیرا مشغول دعا و تضرع و ذات یگانه رب العالمین آبید دست به دعا زورید و دعا کن که یا الله اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد بعدها في الارض ابدا. خدایا اگر تا ای جماعت تا ای 313 نفر مروچی شبیم بره ای شبیم بروان دوارک تا قیامت تا عبادت تا نبه و ایدا اینکه گری زاری یکن جبه پیامبرشا کوپه سرای کپید و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایدا اینکه کید و گوشی یا رسول الله تا بس که عرش عظیم بتکانه هات و تی جبه کب ایدا اینکه پیامبر تا آخری لحظه جد و تلاش کن دعا کن شاء الله لوٹی که الله جماعت مجاهدین یا پیروز گردینید و ایدا اینکه جهاد شروع بید سبحان الله گو چشمه واتی چما سرای اپت و پیروزی صحابی مسلمانان گیندن 313 نفر در مقابل 1000 نفر ابتاد نفر بدرک وصل کنند شاوانی ما تو این سرداران ایشان کشند ایشان قتل کنند ایشان شمشیر جنند و ابتاد نفر هم اسیر کنند مسلمانان 14 نفر فقط شهید بی بشهادت رسند و ای تاریخ صفحات زرین تاریخ تا اسلام یا
تا قیام قیامت مسلمانان ثبت کنند که اما ایشن ادا نشان داتن وتی غیرت تا نشان داتن وتی دپاش اسلام دپاش پیامبر دپاش وحدانیت الله تعالی دپاش دین الله والله دینا پیروز کرتن و ایشان گوا خفت و ذلت کافران به مدینه برتن ایشان ابتاد اسیره و اولین غزوه بدرت که شروع بود و به تاریخ اول هجریه شروع بود و بهرحال خاتمه پیدا کو و فتح و پیروزی. اما جنگان بارا سرپدی دید که غزوات نام دارند. غزوات جمع غزوه غزوه اما جنگ و پیکار را گوشند و میدان جهاد را گوشند که جنگیت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضور فیزیکی داشته بید، یعنی وقت ادا شرکت داشته اید. غزوه اما جنگان گوشند سریع جنگ را گوشند که رسول الله صلی الله علیه و سلم شرکت وقت نداشته. فرماندان تعیین کرده لشکر اسلام تشکیل داده مجاهدیننا شتان پا جنگا. اما غزوه جنگی و جهادی است که میدان و معرکه تا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ادوات فیزیکی وجود داشته شرکت کرده و مستقیما و لشکر کفاران امراق و صحابیان و مجاهدین اسلامان ادا در حال جنگ و پیکار و مسائل بوده. این جنگان اوشن غزوات چی واسطه بوتگی مسلمان لحتین جنگانی تها فروش وارتگند؟ بله سوال مهم هست. مسلمانان همیشه این نکته بش ما توجه داشته بیان که فتح و پیروزی امراق و مسلمانان و ای الله وعده هند نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. الله تعالی بشارت دادن، بشارت نصرت دادن، فتح دادن مجاهدیننا مؤمنانا مسلمانانا در هر غزوه در هر جنگی در هر عصر تا قیام قیامت تا که مسلمانان وقتی و کفرا وقتی دشمنان اسلامیان متجاوزان اشغالگران وقتی لوتن جنگ کنن فتح و پیروز شامل حال مسلمانان و شکستم الله تعالی هیچ پرواهی نداره چه نگو صدر اسلامیان بعدی مجاهدان و مجاهدین عصر کنونی تا هر وقت بیان الله تعالی ش مجاهد اخلاص لوتید للهیت لوتید شیوه را لوتید که الله انتخاب کند که مجاهد ای شیوه جهاد تا باید داشته بی توی اخلاق و ای شهامت و ای بهادری و دلاوریه گو آلت تا ارکت کند و گلشکر کبرا جنگ کند. لذا ای که بشما بعض وقتا گندن که در صدر اسلام غزوات انت مسلمان شکست وارتان بعدان یا نون گندن بعضی جا امکان داری که رازه مسائل بیان ای برگردید به اعمالا اما مجاهدان یا مسلمان جنده به عنوان مثال من فقط این مثال ارزه که غزوه احد تا مسلمان شکست ورد فروش ورد و اذا اینکه 50 نفر صحابی وقتی تپه استراتژی سر پیامبر ناده کو جبل الرومات اشتی شما دفاع کند. اما غزوه تا شدن جنگ شروع بود معرکه تا این معرکه تا سفارایی که بوتو بعد جنگ شروع بود اما چه در حالتی که شکست وارتن چه در حالتی که پیروز بودن فتح و پیروزی اما نصیب بود. در هر حالت شما مسلمانان ای 50 نفر ای قوا ویل نکنید. ای تاکید اکید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اشاره بشما گوشتن سوال ایشد که مسلمانان پچی بعض غزوه و جنگان تا شکست ورد. بزرگترین شکست مسلمان به غزوه تا به جهاد تا به جنگ تا و کفر همیشه اینکه وقتی نافرمانی الله و رسول صورت تگید و هی بزرگترین دلیل و بزرگترین شاهد امی غزوه احد که بشما گندن واضح و روشن و شفاف که اذا مسلمانان اذا ظاهرا واقعا نافرمانی رسول الله صورت گرفت الله نبی نافرمانی صورت گرفت الله گفت شما را تنبیه کین الله بظاهر مسلمانان شکست داد و 70 نفر شهید بودند. اما فرق این شکست و کافران شکست بعض عایش که رسول الله گفت قتلانا فی الجنه و قتلاکم فی النار اما کشته شده که کشته بودند به اشتتان تو ای کافران شما کشته شده به جهنم تان و ادایت که الله تعالی به ظاهرا اشاره تنبیه کو به خاطر امین فرمانی رسول الله صلی الله علیه و و در هر غزوه و جنگی وقتی که ادا شکست مواجه مسلمانان نبید و مسلمان کو شکست و ناکامی روبرو بین زانت و اعمالنا بررسی کنن که ادا اما چه چوٹی دارن چه نافرمانی الله و رسول دارن اما اعمال چنکه ضعیفند. لذا این سبب شکست مسلمانانی بارین پچی واسطه بعضین جنگانی تها مسلمان گونوتی کمین پوجا مزن لشکرانا سرکوت کرتگند تو پروش داتگند.
بله مسلمانان بزرگترین علت و دلیل پیروزی که در ام زمان که کم بودند شنظر تعداد عدد و عدد شنظر تسلیحات جنگی نفراتان نظامینان اما دشمن لشکر باز بودید ایدا بزرگترین دلیل پتو پیروزی و آوانی غلبه بودن به کفر سرایی بوده که آگ و ما ایمانی که به الله داشتند باور که به الله داشتند خیر و دلسوزی که نسبت به دین الله داشتند و نسبت به بندگان الله داشتند که اما الله دینا دفاع کنند تا آخرین لحظه که جان اما بدنتند اون اما بدنتند عرق اونی که دارن مالی که دارن جانی که دارن در راه الله دیان گو اخلاص و للهیت و اطاعت الله و رسوله تو انتان که گو دولت ایمانه که قلبت اشبوتا اوانی نصیب فتح و پیروزی بیت و اوان کامیاب بیاد و الله تعالی قرآن عظیم الشان فرمایش کن که کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله چه اندازه گروهای کمی هستند که اوان غلبه ها کنند به گروه های بازی نسرا شکفارن و اجازه الله و دستور الله و الله حکم که این یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای مؤمنان اگر شما الله نصرت یعنی الله دینا نصرت کنید با الله دینا نصرت و دفاع شما بستید الله شما را کامیاب کند و شما قدمنا ثابت ساتید. اذا الله نگوشت شما کم بید باز بید کم من بید الله شما را پیروز و سربلند و غالب گردید. مسلمانان نام و توارین جنگ شه اسلام اولین روچان تان مروچی کجام جنگ بوتگند نام گرد غزوات توترین چه صدر اسلام تهانون که بوتان تاتان شوتان باز هستند و بعضی غزوات هستند بشما متجنت و برنامه بشما کوتاه مختصر مثلا گوشتن غزوه بدر سرنوشت ساز غزوه احد ما رقم فتح مکه ما رقم دیگر غزوات بودن هنینی غزوات گیشترین مسلمانان سرنوشت ساز غزوه بودن جنگیم بودن و بعدم بشما کان که در قرون بعدی مسلمانان پیروز بودن در رابطه با پیروزی بیت المقدس فتح بیت المقدس در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فتوحات صورت گرفت حضرت عثمان و تا مروچ ادامه داشتن و مروچ بزرگترین بشما فتح و پیروزی اگر بشما گردم بشما تو جنده کشور تسکر دور مروان که الله تعالی سه جنگی تا الله ای مؤمنان مسلمانان افغانستان مجاهدان کامیاب کند در جنگ انگلیس در جنگ شوروی و در جنگ امریکا تمام ایشان آتن چشم تمام دوتن به کشور تا ار یک وقت ابر قدرت و ایدا روبرو بودن که بشما مجاهدان جهاد پیکار و گوانی فداکاریان و قربانیان ایشو که الله سبحانه و تعالی فتح و پیروزی در دور مسلمانانی و اهل مجاهدانی الله تعالی نصیب کرد و الله تعالی فتح و پیروزی به ارمغان او شمامی تاریخ تا و گدا اصلا که فلسطینیا بشما گندن که یک تعداد کمین مجاهدان جنگ کنن و ابر قدرت و اسرائیل غاصب و جنایتکار و خونخوار که امریکا و تمام و قوت و ناتو و تمام کوپران پشت سر اشتاتان بشما گندن نزدیک به یک سال کیش یک سال بوده بید مجاهدین حماس مجاهدین فلسطین و جنگ کنن. الله سبحانه و تعالی بشما را هم امراض ایمان امراض غیرت شهامت نصیب کن که هر زمان آماده به اینکه وقتی کسی که اما چپ نمیگه کو گواهی جنگ و جهاد و پیکار کنن و شوتی وطن شوتی دین ناموس شوتی قرآن شوتی نبی شوتی تمام ارزش‌های مقدس اسلامیان اما دفاع کنن. من نتوانم ششما که تا عید مقطره گونما حضور داشته تو وقتی قیمتی وقتا اما ردات تو مروچی گونما پیریاما تشریف داشت اما هم ششما من نتوارن ششما و ششما همکارن که برنامه ها زحمت کشیدن تلاش کردند که برنامه انجام گیت و ثبت بیت و ششما زحمت و تلاشن باز من نتوارن و شاکرن و شکرگزارن. الله سبحانه و تعالی شما را همیشه انشاءالله ثابت قدم داشته بیت و شما برنامه تا پیروز و کامیاب و موفق و مؤید. عزیز گندو کان رازک شما گندید پیریام بگرد سرا رستگید و من نتوانم ششما که همیشه وقت وقتی پیریام و دیوان ناش افغانستان ملی گوشگنده گندو کو چارو کستید مان پرید نوریش میں پیریام آنی پیش کنوک تا دیگر پیریام از موکل لوٹین الله پاکش میں ساتو بید.